فکر میکنیم همین $1000 و $2000 که از ملک‌های روسیه میارن همین را به یک آسانی به دست میارن. همون کارگرها را پرسان کنین که در کدام حالات بیچاره روز گذرانیدن، آمدن رسیدن که باز در همینجا خیر خدایی سر میشود. از همان سومی که به زحمت به مهنت آورده استش باز $100 و $200 را باز خیر میکند. این چی معنی دارد آخه؟ اسلام هیچ وقت ما و شما را تکلیف نمیدهد. اگر ما و شما اراده ثواب داشته باشیم، اگر شرایط نداریم، خیر احسان را دست نزنیم. برای ما و شما خیر احسان مرحمت، نماز جمعه، صحبت خوب، چهره خندان، اما این در نزد خدا ثواب دارد. باید همین یک عمر همین مردم ما و شما قرضدار باشد. ما و شما از حساب همین ناداریمان هیچ جا سیاحت برآمده نمیتونیم. تمام استراحت جاها در کیا استراحت میکنن؟ همون کسانی که هیچ نه بوی اسلام به مشامشان رسیدگی است.